خلاصه خبرهای جهان تاجیکستان را دوام 15 دقیقه در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد می‌کنیم. امروز 18 اپریل است. سلام بیننده گرامی، من مومین احمدی هستم. نگاه به سرخط خبرها. پیشرفت نشود کنار می رویم. ایالات متحده آمریکا میگوید اگر پیشنهاد پرزیدنت ترامپ برای صلح قبول نشود، واشنگتن از میانه‌روی میان روسیه و اوکراین دست میکشد. ایالات متحده طول 3 سال به اوکراین کمک رساند و حالا میخواهد که به این کار خاتمه بخشد. مهاجر گنده پولش خوب. بودجه دولتی روسیه تنها از حساب امتحان زبان روسی مهاجران 2.5 میلیارد روبل فایده دیده است. مقامداران تاجیک به زنهایی که خواهش آموختن دین اسلام را دارند توصیه می‌دهد که به اینترنت رو روند. برنامه را از جلسه اخیر حکومت تاجیکستان آغاز می‌کنیم که در آن عاقبت‌های زمین لرزه در منطقه رشت بحث شده است. حکومت پس از 4 روز زمین لرزه ویرانگر در رشت و تاجیک‌آباد در جلسه اضطراری اعلام کرد که در این حادثه 1 کس جان باخت و 16 نفر مجروح شد. بنا به آمار نو در این دو ناحیه 65 خانه پرره و 193 خانه قسماً ویران شده، به 150 منزل دیگر آسیب سبک رسیده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روزی 17 اپریل خواسته است به عائله‌هایی که خانه‌هایشان را پرره از دست دادند در مکان‌های امن زمین بدهند و منزل نوی آنها باید تا ماه نوامبر امسال بنیاد شود. طبق نوشته تارنما یا وبسایت پرزیدنت، شرکت دولتی تاجیک سغورده یکجا با حکومت‌های رشت و تاجیک‌آباد وظیفه‌دار شدند که به هر ضرر دیده مبلغ دهند. منطقه رشت در گذشته هم شاهد زمین‌لرزه‌های سخت شده. سال 2020-2021 بر اثر زلزله 5 ساکن تاجیک‌آباد به هلاکت رسیده و نزدیک به 60 خانه در 4 دهه این ناحیه آسیب دیدند. و دیروز 17 اپریل در پایتخت فرانسه امانوئل ماکرون پرزیدنت این کشور و رهبران والامقام اروپایی با هیئت بلندپایه حکومت ایالات متحده آمریکا راههای ختم جنگ در اوکراین را بررسی کردند. هدف از این مذاکرات درک نگرانی کشورهای اروپایی بود که بر این نظرند مأموریت ترامپ تلاش دارد موقعگیری روسیه در جنگ اوکراین را سفید کند. اما به نظر می رسد که ایالات متحده آمریکا هم شرطهای خود را دارد. مارک روبیو وزیر کارهای خارجی آمریکا گفت که این جنگ ما نیست و اگر پیشنهاد ترامپ قبول نشود دیگر میان روسیه و اوکراین میانه‌روی نمی کنند. تفصیلات در گزارش همکارم میرزانبی خالقزاد. اگر در چند روز آینده نشانه‌های پیشرفت در حل نزاع حاصل نشود، ایالات متحده آمریکا میانه‌روی برای صلح روسیه و اوکراین را کنار می‌گذارد. روز جمعه بعد مذاکرات با رهبران اروپایی و اوکراینی، کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مارکو روبیو گفت پرزیدنت دونالد ترامپ تلاش دارد سازش به دست آید، ولی اگر نشانه‌های پیشرفت به چشم نخورند، مسئله دیگری مقیاس جهانی هستند که ایالات متحده با آن برتری خواهد داد. به فکرم مهم است به همه یادآور شوم که جنگ در اوکراین عملی وحشتبار است، اما این جنگ ما نیست. ما آن را شروع نکرده ایم. ایالات متحده طول 3 سال به اوکراین کمک رساند و حالا می‌خواهد که به این کار خاتمه بخشد. 17 اپریل در پایتخت فرانسه روبیو همراه با فرستاده خاص پرزیدنت ترامپ استیو ویتکوف با هیئت‌های بلندپایه اروپا و اوکراین دیدار و گفتگو داشتند. به نوشته خبرگزاری رایترز، در رابطه با جنگ اوکراین رهبران اروپایی و اوکراین از موقع‌گیری مأموریت پرزیدنت آمریکا نگرانند که ظاهراً میل پشتیبانی از مسکو را دارد. صرف نظر از وعده ختم با سرعت جنگ، مأموریت ترامپ تاکنون به نتیجه نظررس در حل این نزاع دست نیافته است. ماه گذشته اوکراین به پیشنهاد ترامپ درباره آتش‌بس موافقت کرد، ولی مسکو آن را نپذیرفت. آن زمان جانب‌ها راضی شدند که از حمله به پایگاه‌های انرژتیکی و جنگ در بحر خودداری می‌کنند، ولی تا امروز مسکو و کیف یکدیگر را با ویران نمودن این سازش متهم می‌کنند. برنامه را با خبر دیگری از حیات مهاجران مهنتی ادامه می‌دهیم. مهاجران کاری در روسیه برای سپردن امتحان زبان روسی به بودجه این کشور 2.5 میلیارد روبل سپردند. ولادیمیر واسیلیف وکیل پارلمانی از حزب روسیه واحد روز 16 اپریل در دومه دولتی گفته است
که این مبلغی بود که در گذشته به فسادکاران داده میشد و حالا این به بودجه دولت وارد می شود. آخری سال گذشته میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه قراری را امضا کرد که بر اساس آن برای گرفتن شهروندی روسیه نرخ یگانه امتحانهای زبان روسی و تاریخ و اساسهای دولتداری فدراسیون روسیه تعیین شد. بنابراین برای سپردن امتحان زبان روسی از خارجی ها با هدف گرفتن شهروندی روسیه 2950 روبل طلب می شود. برای آنهایی که میخواهند اجازه زیست موقتی بگیرند نرخ امتحان زبان روسیه و تاریخ و قانونگذاری روسیه نزدیک 6000 روبل است. برای اجازه کار یا گرفتن پتنت کار 3800 روبل برای یک امتحان تعیین شده است. مقامات روسیه مهاجران را برای ندانستن زبان روسی پیوسته تنقید میکنند. حامیان حقوق میگویند روسیه تا آخرین تنگه مهاجران را با بهانه‌های گوناگون میستاند ولی در برابرش با آنها شرایط درستی کاری آماده نمیکند و با آنها با هر راه و واسطه فشار میآورد. در تاجیکستان که اکثر ساکنانش خود را پیرو دین اسلام می‌دانند چند وقت اخیر مسئله آموزش این دین در دایره‌های معین مطرح می‌شود. از جمله زنان و نورسان امکانیت محدودی آموزش این دین را دارند. کمیته دینی تاجیکستان هم چند پیش گفت که راه‌های به ساکنان آموزش دادن دین اسلام را جستجو دارند تا آنها به عقیده‌های افراطی نگروند. سازمان‌های بین‌المللی تاجیکستان را برای محدودیت‌های سخت دینی و تقریباً امکان ناپذیر کردن آموزش اساسهای اسلام تنقید می‌کنند. ارشاد سلیمانی و امیر صایف این موضوع را پیگیری کردند و این گزارش را آماده نمودند. دانشکده‌ای به نام امام اعظم، یگانه مکتب اسلامی در تاجیکستان. در میان ده‌ها مرد همگی 15 زن و دختر در اینجا تحصیل می‌کنند. این سال داخل شدن توسط معلومات دویم و موافقه نقشه قبول ما 30 نفر میتوانیم در یک سال به معلومات دویم داخل کنیم که تنها اینها با واسطه امتحان‌های مخصوص و صحبت قبول کرده میشوند. قانون‌های تاجیکستان به هر کس حق دادند که علاهیده یک جایه به دیگران آموزش دینی بگیرد. بیشتر مدرسه ها یا خانه بیبیاتونها جای تحصیل دینی دختران بود. حالا اکثر مدرسه ها بسته شدند و تعلیمی بدون اجازه جزا دارد. رئیس کمیته دین نبودن این گونه مؤسسه ها را مشکل خاص نمیداند. عموما نه تنها در تاجیکستان، در تمام عالم، نه تنها سمت تحصیلات دینی، اکثر ساحه‌های و سمت‌های است که مردم به شکل تحصیلی بردوام یا که تحصیلی تجدید شونده همین خیلی رو آورده ایستادند. اگر برای یک مثال عادی گیریم، مثلا شبکه‌های اجتماعی در دلخواه چی از روانشناسی سر کرده تا مثلا چی هنرهای پخت و پز و دیگر هم علاقه چیک شده که هستند. همون شبکه تعلیمی شده که هستند. بعضی از کارشناسان نیز در شرایط حاضره یگانه جای دریافت معلومات دینی را اینترنت می‌دانند. جایی که روحانیان گوناگون از داخل و بیرون تاجیکستان امر معروف میکنند و مسئله های دینی را شرح میدهند و گاه تندروانه سخن میگویند. حالا مدرسه محکم که نمیمونند، در دیگر جا نمیمونند. اینترنت هست، یوتیوب هست، دیگر وبسایت ها، تورنمه ها هستند. دختری که مثلا میخواهد که معلومات گیرد از اون میگیرد. اما من باز یک چیز رو گفتنی هستم. ما باید که معلم دینی خوب داشته باشه. فریدون حادیزاده در این زمان بر این است که زنان و دختران در تاجیکستان باید بیشتر تعلیمات دنیوی بگیرند. تعلیم دینیشون بسیار خوب بودنش لازم است، اما آنها باید که کتاب زیادتر خوانند. مادر اصلا پیش با شیر مادر به فرزندش، به پسرش، به دخترش فکری همین اسلام معتدل رو مثلا تشویق و ترویج کند، قریب هیچ وقت تروریست نمی شود، هیچ وقت اکستریمیست نمی شود. لیکن مادر باید که با همین تمام این
سالهایی که فرزندش دارد از 1 سال 2 ساله باید که با خبر باشه. روند بستری مدرسه ها در تاجیکستان از سال 2010 سر شد. آن وقت در تاجیکستان 19 مدرسه وجود داشت. حالا برای تعلیم دینی به اجازه از 60 تا 90 هزار سامانی جریمه یا تا 3 سال زندان تعیین شده است. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را پیوسته برای محدود کردن حقوق دینداران از جمله آموزش های دینی تنقید می‌کنند. با گزارش برنامه را از جنوب تاجیکستان ادامه می‌دهیم. ساکنان جماعت سریچشمه ناحیه شمس الدین شاهین در مرز تاجیکستان با افغانستان تلاش دارند راه رسیدن به مرکز را با راه حشر بازسازی کنند. این راه ساکنان جماعت سریچشمه را که بیش از 13,000 اهالی دارد به ناحیه واسع و شهر کلاب می‌رساند. این راه که در گذشته از طریق آن تجهیزات نظامی به مرز انتقال می‌دادند پس از فروپاشی شوروی تعمیر نشده است. همکارم محمود جان رحمتزاده در این باره گزارش دارد. ساکنان جماعت سریچشمه ناحیه شمس الدین شاهین با حشر راهشان را هموار دارند. پیشتر این راه خیلی ناهموار و ویرانه بود. درباره آن رادیوی آزادی ماه دکبر گزارش پخش کرده بود. رئیس ناحیه اعتراف کرد که بازسازی راه با تاثیر همین گزارش آغاز شد. یکی بسیار خوب شد که یک سفر خوری کردن خیلی چون گفتن که ما طریق شبکه کم طریق راه سریچشمه توگرای سریچشمه را دادن. بسیار خوب شد که ما هم جلب کردیم تمام ایسای کاری حدودی جماعت را با پراگی تخت هموار کردیم. برین یک بانام را بینه ولی از نوسازی نکرده ما پرا تخت هموار کردیم با دستگیری خیلی همون اهل جمعه جماعت بیدی سرچشمه که نخواد که شما اینقدر خوب باشه که در همه شبکه راه شما میره. راه سریچشمه مستقیما به مرز پیوست می شود. این راه تا سال 2005 منفرش بود و خوب بود. با گفته ساکنان بعد برآمدن ارتش روسیه از سرحد تانک و زیره‌پوش‌های آنها راه را ویران خراب کردند. حالا ساکنان میگویند که راه از چند ماه پیش دیده خوبتر شده است. سنگ چیکار اگر سنگ رسته اگر سنگی شده و پرابلم نداره. تشنش خوب شده. پرابلم هستی هم خیر بزنه همون خدمت شهر که همون رئیس جماعت تشکیل قدیم مردم سنفر شدن و تشنش خوبتر شده. سال 2022 وکیلان پارلمان تاجیکستان سازشنامه گرانتی تعمیر راه توگرک سریچشمه، شمس الدین شاهین و چشمسار لنگر را تصدیق کرده بودند. ساختمان را $800,000 آمریکایی، 250,000 دینار کویتی را تشکیل داده، همچنین قرض به بازگشت با مبلغ گذاری فوند کویتی رشد اقتصادی عرب عملی می شد. رئیس ناحیه گفت که لیکن دقیق نمیداند این پول جدا شده است یا نه. از نوسازی راه مذکور من همینقدر فکر میکنم که امروز نفرایی که البته که تیدر می شود، البته که والیبان مایل می شوند، البته که بعد از مایل شدن والیبان و کیفا وابسته میگردند تای باز شروع میکنند. اینش من با پراگی گفتن نمیتوانم. جماعت سریچشمه از مرکز ناحیه 10 کیلومتر دور است. ساکنان آن برای رسیدن به مرکز ناحیه از واسع و کلاب میگذرند. حالا برای 13,000 اهالی این جماعت کلانترین ناحیه شمس الدین شاهین راهی اساسی همین است. راه را ساکنان بازسازی و بهتر کردند، در حالی که میگویند این وظیفه آنها نیست، اما علاج دیگر هم نبوده است. دادگاه عالی روسیه روز 17 اپریل پیشنهاد دادستانی کل این کشور را پذیرفت و گروه طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی بیرون کرد. این قرار می‌تواند زمینه حقوقی را برای همکاری‌های بیشتر و سرمایه‌گذاری فراهم کند، اما به معنای اعتراف حکومت طالبان یا امارت اسلامی افغانستان نیست. روسیه در سال 2003 فعالیت طالبان افغانستان را در قلمروش منع و برای همه گونه همکاری با این گروه جزا تعیین کرده بود. در تاجیکستان طالبان هنوز گروه تروریستی دانسته می شوند، هرچند حکومت تاجیکستان در 2 سال اخیر با این گروه همکاری به راه مانده است و در شهر خاروق کنسولگری حکومت طالبان فعال است. سپاس که برنامه اخباری آزادی را تماشا کردید. خبرهای کوتاه با عکس و ویدیو در صفحه اینستاگرام و تیک تاک رادیو آزادی نشر می شود. لینک صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی در زیر برنامه در یوتیوب گذاشته شده است. با رادیو آزادی بودن را فراموش نکنید.